کنفرانس 35 سال سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان در دوران استقلال در فاکولته مناسبت‌های بین‌المللی دانشگاه ملی تاجیکستان با مقصد بررسی دستاوردهای سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان در دوران صاحب استقلالی، نقش دیپلماتیای تاجیک در تحکیم صلح و ثبات و گسترش همکاری‌های بین‌المللی دایر گردید. در جریان همایش خادمان سیاسی و کارشناسان ساحه تاکید نمودند که جمهوری تاجیکستان طی سال‌های استقلال دولتی تحت رهبری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سیاست خارجی موفق و متوازن را راهاندازی نموده در عرصه بین المللی موقعی شایسته کسب کرده است. ضمن سخنرانی‌ها مخصوصاً به تشبس‌های بین المللی تاجیکستان در سمت مسائل آب و اقلیم، مبارزه با تهدیدهای معاصر، تامین امنیت منطقه‌ای و تحکیم روابط دوستانه با کشورهای جهان توجه ظاهر گردید. خادمان سیاسی ضمن برآمدهای خود سهم دیپلماتیای تاجیک را در تحکیم صلح و ثبات و رشد مناسبت‌های بین المللی مهم ارزیابی نموده ابراز داشتند که سیاست خارجی تاجیکستان امروز همچون نمونه سیاست صلح‌جویانه و سازنده در منطقه اعتراف گردیده است. در انجام همایش اشتراکچیان تاکید کردند که برگزاری چنین چاره‌بینی‌های علمی برای رشد تفکر سیاسی، آماده‌سازی متخصصان ساحه مناسبت‌های بین المللی و تحکیم موقع علمی جوانان اهمیت مهم دارد.